درود دوستان، میخوام فرق سنگای دپو شده با چیدمان سنگی و عرض کنم خدمتون برای کل قبور. نگاه کنید ببینید. حالا میخوایم تعداد این سنگ ها رو با هم بشماریم. خب یکی یه سنگ درسته، بعد 2 تا سنگ، 3 تا سنگ، 4 تا 5 تا. ببینید قشنگ چیدمان معماری دارن، تراش خوردن که با هم چفت بشن. میبینین این به مرور طی هزاران سال با سیل که به اینجا نمیخوره، خب بیشتر زلزله، رانش زمین و باعث شده این درز سنگایی که چفت کردن اینجوری باز بشه. خشک چین هستش. خشک چین به سازهایی میگن که بدون هیچ ملاطیه، فقط سنگ. منتها سنگو به همون شکلی که باید در بیارن چفت میشد و اونم سنگ زیرینه، سنگ رو قبره. خب این قبر هم گرفتم که این ساختار قبر رو حد بدونید. مثلا به یه ساختاری یا کپ سنگی میرسین، دقت کنید اصلا تراشه ها مشخصه، واقعا تراشه ها مشخصه. یه دونم تدفین هست اینجا، اینم از نشونهاش.